توانا بود هر که دانا بود، به دانش دل پیر برنا بود. السلام علیکم تماشابینان عزیز تلویزیون ولایت سوخت. به توجه شما برنامه نخستین فردوسی و شاهنامه او پیشکش کرده می شود. خوب، از نام برنامه خود معلوم است که برنامه ما این یک لایحه نو تلویزیون ولایت سوخت در سال 2024 می باشد و ما این برنامه را پوره به اثر بیزوال ابوالقاسم فردوسی شاهنامه می بخشیم و چنین تصمیم را ما بعد آنی که پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ضمن برگزاری سیمپوزیوم بین المللی بخشیده به 115 سالگی اکادمیک باباجان غفوروف پیشوای ملت گفتند که با مقصد باز بیشتر از فرهنگ غنی خلق تاجیک یعنی آگاه شدن کتاب بیزوال ابوالقاسم فردوسی شاهنامه را نیز به هر یک عائله کشور تقدیم میکنیم و در دایره دستور سپارش‌های پیشوای ملت ما کارمندان تلویزیون ولایت سوخت گروه ایجادی تلویزیون ولایت تصمیم گرفتیم که برنامه را مخصوص به همین کتاب شاهنامه بخشیم. ما سال گذشته لایحه دیگری تلویزیون ولایت را با نام تاجیکان به انجام رسانیدیم و سال روان باشد در سال 2024 باشد ما تصمیم گرفتیم همین لایحه نو را آغاز کنیم و این امروز برنامه مقدموی است و برنامه نخستین است. در حقیقت خلق تاجیک بسیار میراثی گران، میراثی بزرگ دارند و میسازد که امروز این تشبث نجیب پیشوای ملت را دستگیری کنیم و بیشتر برای مردم گذشتگان خود را میراثی بزرگ گذشتگان خود را از جمله همین کتاب بزرگ شاهنامه را نیز به مردم تلقین کنیم، ترغیب و تشویق کنیم که یعنی نسل امروزه از تاریخ غنی بوی گذشتگانمون برخوردار باشند و همین میراث بزرگ را بیگزن ما به نسل‌های آینده برده رسانیم. خب در برنامه نخستین امروزه ما در برنامه نخستین فردوسی و شاهنامه او مهمان برنامه هستند ادبیات شناس استاد دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفوروف استاد سید عمران سیدوف. استاد من شما را به برنامه فردوسی و شاهنامه او خیر مقدم میگویم. خب در آغاز ما ذکر کردیم که برنامه ما پوره به همین کتاب بیزوال اثر بیزوال ابوالقاسم فردوسی شاهنامه بخشیده شده است. من از شما پرسیدنی هستم که شاهنامه فردوسی چگونه اثری است که امروز پیشوای ملت به آن توجه خاص نمودند؟ خب تشکر. فکر میکنم که برنامه‌ای که امروز در تلویزیون ولایت سوخت آغاز شد یک مرحله نوی خواهد بود در مورد ترغیب و تشویق یک اثر بیزوالی هم تاریخی هم ادبی و هم علمی. و فکرم وقتی که اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در همون سیمپوزیوم تاریخی که اساسا اونجا علمان، دانشمندان، محققان با هم آمده بودند در نزد آنها پیرامون شاهنامه فردوسی، پیرامون شخصیت فردوسی صحبت کردند و گفتند که امروز توجه به شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی ضرور است و باید هر یک خاندان مانند آن که تاجیکان علامه باباجان غفوروف را صاحب شد باید صاحب شاهنامه باشد. خب من فکر میکنم که پیشوای ملت محض بیهوده شاهنامه فردوسی را انتخاب نکردند، برای آنکه ابوالقاسم فردوسی یک درخت پرثمر، یک درخت پربار، یک درخت محتشم ملت ما و ادبیات ما به حساب می‌رود. برای آنکه
اگر استاد رویده که اساسگذار ادبیات کلاسیکی ما باشم، فردوسی یک نفری هست که با شاهنامه خود پرچمی زبان تاجیکی و فارسی، پرچم ادبیات ما، پرچم ملت ما، پرچم افکار و اندیشی تاجیکی رو به جهان افراشت و امروز در عالم در ردیف بزرگترین حماسه سرایان انگلیس و فرانسوز و فرانسوی و آلمانی و هندوستانی که اسمشون تمام دنیا رو گرفته است، فردوسی ما در همون ردیف قرار دارد و گاه‌ها خود اروپایی ها اعتراف میکنند که اونها یعنی شاهنامه فردوسی بالاتر از بعضی از اثرها هست. از این نقطه نظر هدف پیشوای ملت آن است که امروز تنها خواندن، از بر کردن، قرائت کردن یا داستان‌های گوناگون شاهنامه را از بر کردن و آموختن نه، بلکه به مغز اندر مغز غویه های همین اثر بزرگ رسیدن. بله درست است. مثلا ملک شهرابهار میگوید که شاهنامه هست به اغراق قرآنی عجم، رتبه دانای توسی رتبه پیغمبری است. مثلا یک نفر دانشمند معروف همین بیت رو ندانسته، فکر نکرده، هرگز بیان نمی کند. یعنی اگر عرب قرآن داشته باشد، مردم عجم شاهنامه دارد. سخن درباره آن می رود که بعضی از منقدان، بعضی از نفرهایی که یک اندازه نظری خوب ندارند نسبت شاهنامه، نسبت عموما گذشته ما، مخصوصا گذشته قبل از اسلامی ما، اونها بیان میکنند که شاهنامه عبارت از قصه ها و داستان های دوران کهن که اونها ارزش ندارند. اینجا سخن درباره حتی اون داستان و قصه ها نمی رود، سخن درباره آن می رود که ابوالقاسم فردوسی در زمینه این حکایات، در زمینه داستان های کهن، در برابر آنکه اون داستان های زنده کرد، با همین آبرس ها، با رمز ها، با راز ها، اندیشه های بلند اخلاقی، اندیشه های بلند، افکار بلند انسانگرایی، وطن دوستی، جوانمردی، نیکی کردن و در زندگی چگونه انسان بودن به خاطر ساختن انسان کامل، این اثر آفریده است. و عجیب هم این است که این داستان های فردوسی، شاهنامه فردوسی از آغاز تا انجام مبارزه نیکی و بدی است. این طرف اهریمن می ایستد، این طرف هرمز می ایستد، این طرف انسان می ایستد، این طرف دیو می ایستد. انا ببینید که برمیگردیم به عالم امروز. عالم امروز هم همین هست. عالم امروز هم مبارزه نیکی و بدی. ببینید که نیکی در یک پهلو می ایستد، بدی در یک پهلو. نیروها هستند، قواها هستند که قواهای بدی هستند که میخواهند نیکی را محو کنند، قواهایی هستند که بدی را محو کنند. پس امروز انسانی عاقل، انسانی که امروز میخواهد که زندگی امروز را به ربط درآورد، زندگی امروز را به سامان درآورد، باید که از گذشته آموزد. یعنی زندگی دیروزه یا زندگی امروز تکرار زندگی دیروزه است، فقط در قالب و زمان دیگر است. و امروز شاهنامه یک دستور بزرگی هست برای برپا کردن عدالت. شاهنامه فردوسی یک دستور بزرگی است برای بنیاد کردن صلح مکمل در دنیا. و شاهنامه فردوسی یک دستوری هست برای غلبه همین نیکی بر بدی. از این رو اینجا در برابر تمام هدفهایی که اونجا البته سخن از وقتی که ما شاهنامه رو میخونیم از قصه ها حلاوت میبریم، مثلا یک در مورد زیبایی پرستی انسان ها، در مورد ارجگذاری به عشق،
ارجگذاری به محبت، ارجگذاری به جوانمردی، ارجگذاری به نیکی کردن، ارجگذاری به راستگویی، به راستقولی، اخلاق حمیده، ارجگذاری به وطن، به میهن، به مرز و بوم، در برابر همین چیزها باز ضمناً یک هدف دارد. بازم میگم هدفی پرزیدنت مملکت آن است که امروز جامعه باید داند که دیروز عدالت، دیروز مثلا بنیاد صلح و دوستی چگونه بنیاد میشد، و یعنی وقتی که انسان وطن را دوست می‌دارد و اون همون آبرسایی که امروز درباره رستم و سیاوش و بیژن و نمیدونم فرامرز و فرابرز دیگر هر کسی که بودن، سهراب و همین اینها آبرسایی هستند که در مجموع هدف فردوسی همین بود. هدف فردوسی این بود که انسان در دنیا باید از همه دیو و دد و دیگر چیزهایی که به عالم بدی را میکارد بلند استد و با عقل، با دانش، با حکمت باید همین چیزها رو برطرف کند. از این خاطر فکر میکنم که پرزیدنت ما میخواهند که جامعه شاهنامه خوانی کند، جامعه شاهنامه خواند و گذشته از خواندن شاهنامه به هدفی همون حکیم ابوالقاسم فردوسی که به خاطری چی شاهنامه را نوشت، میگوید بیفکندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند، بسی رنج بردم در این ساسی عجم زنده کردم بدین پارسی. برای همینم به خاطر بازم برمیگردم به همون مطلبی که شاهنامه هست به اغراق، یعنی به اغراق به اون معنی که به یگان واهمه میگوید که به یگان واهمه این شاهنامه قرآن عجم است، رتبه دانای توسی رتبه پیغمبری است. برای اون که شاهنامه انسان رو همون مانند قرآن به خلق نیکو، اخلاق نیکو، به پرستش آفریدگار، به راستی، به نیکی، به درستی هدایت میکند. از این خاطر کتابی که انسان را به همین هدایت میکند و اون کتاب خودمان است، اون کتاب دستور، اون کتاب زایده قلم یک نفر فرزند تاجیک است، یک نفر فرزند همین ملت ما است. پس خواندن آن برای ما هم قرض است هم فرض است. برای همین من فکر میکنم که و یک چیزم در همین بخش صحبت هم میگم که هر آن کس که شاهنامه خوانی کند اگر زن بود قهرمانی کند، یا اگر هر آن کس که شاهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند. این دو چیز یعنی شاهنامه خواندن یعنی قهرمانی کردن، پهلوانی کردن. یک در پهلوی همین یک چی میایستد که انسانی که شاهنامه را میخواند در زندگی قهرمانی میکند، پهلوانی میکند. تشکر زیاد. در حقیقت شما درست قید کردید و من هم فکر میکنم که بیهوده پیشوای ملت چون این اقدام رو پیش نگرفتن. در حقیقت اگر از یک طرف شاهنامه این اثری بزرگی هست که اجدادان ما ابوالقاسم فردوسی طوری که ذکر کردید فرزند فرزانه تاجیک، فرزند ملت ما هست که یک اثری بیزوال خود را به ما میراث گذاشته رفته است. با این خواندن شاهنامه ما از گذشتگانمان فخر کنیم، افتخار کنیم. از جانب دیگر در حقیقت شاید در همین زمانه‌های پرتلاطم ژئوپلیتیکی که امروز مثلا در جهان ما دیده ایستادیم، شاید مردم وقتی که روی به شاهنامه میبیارن و درک میکنن که یعنی با بدی مبارزه کردن این دائمی بوده است و با بدیهای جامعه متاسفانه جامعه امروزی ما مبارزه کرده، شاید همین هم یک سبب می شود که ما باز به یک راهی بنیادکاری، به یک راهی که آینده اش نیک است که دولتمون رو، ملتمون رو، تاجیکستانمون رو به آبادی میبریم، به همون طرف روانه میکنیم. همینجا من یک چیز میخوام اضافه کنم. همینجا درباره نیکی و بدی گفتیم، یعنی هرمز و اهریمن یا انسان و دیو. مثلا البته شما از قصه های شاهنامه آگاه هستید. خب اونهایی که شاهنامه رو مکمل مثلا در طریق نظم نخوندن، من 100% باور دارم که اون شاهنامه که به طریق نثر استاد ساتم اولوغزاده برگردان کردن، اکثر خواندن یا فیلم نامه را تماشا کردن. این فیلم نامه که شاهنامه فردوسی که از جانب کارگردان معروف کیمیاگرف هم به زبان تاجیک هم به زبان روسی تهیه شده است، اون بهترین نمونه است. اگر انسان اون بیند بسیار چیزا میفهمه. لیکن اینجا یک چیز است، یک چیز نهایت جالب است که وقتی که شما شاهنامه رو میخونید
فرزن قصه رستم و سهراب فرزن یا حتی مثلا بسیار چیزهای هستند بغیر از قصه رستم و سهراب اونجا مثلا داستان سیاوش داستانی معروف ترینش گفته استادم داستان خودی رستم یا مثلا داستان اسفندیار دیگر داستان ها وقتی که شما وارد اون قصه ها میشوید انسان وقتی که میخواند خواه نخواه شما طرفدار نیکی میشوید. بله. یعنی این مطلب چیست؟ وقتی که انسان میخواند احساس میکند که باید او طرفدار نیکی باشد بر مقابل دیو و پیوسته پیگیری میکنید که کی اون دیو محو میشود کی اون یا قوه بدی محو میشود یا کی اون اهریمن محو میشود. یعنی ببینید مثلا مکمل وقتی که کلی مردم مخصوصا جوانان وقتی که شاهنامه رو میخوانند خواه نخواه شاهنامه این داستان ها امکان میدهد که در دل اونها تخم نیکی کاشته شود و وقتی که به عالم امروز نظر میکنن اونها خواه نخواه اون قوه نیکی احساس میکنن که کدام نیروی نیکی است کدام نیروی بدی است و اونها بهاگذاری میکنن. اگر تصور کنید که شاهنامه بعد از 1000 سال چه قدرتی را دارد که انسان میتواند از یک راه بد به راه راست هدایت کند مثلا راهش دیگر کند. این یک چیزی مهم است که و باز برمیگردیم که انا همین نکته مهم سبب شد که امروز پیشوای ملت حکومت جمهوری تاجیکستان به این مسئله اعتبار دهند که انسانی امروز فقط میتواند کتاب تربیت کند انسان امروز میتواند انا همین افکار و عقیده بلندپایه گذشتگان ما میتواند تربیت کند. بله درست است. در حقیقت ما در آغاز برنامه هم ذکر کردیم توانا بود هر کی دانا بود به دانش دلی پیر برنا بود. این خودش انا همین سخن ابوالقاسم فردوسی هم با آن نگرانیده شده است که در حقیقت انسان وقتی که می آموزد می خواند یک چیزی نو را به خود کسب میکند یعنی در آینده میتواند قدم های استوار داشته باشد. تشکر زیاد استاد. در بابت انا همین اثری بیزوال ابوالقاسم فردوسی شاهنامه در عالم تمدن چگونه پذیرفته شده؟ خوب در این مورد من میخوام اینجا یک مسئله چون سخن درباره بازم تمدن رفت درباره وقتی که ما تمدن میگوییم سخن درباره فرهنگ درباره مدنیت درباره ادبیات درباره علم این همش فرا میگیرن همیشگی بعضا احساس میشود امروز هم وقتی که ما عالمی سایت های اینترنتی سامانه ها با عالم مجازی وقتی که وارد میشیم ما احساس میکنیم که همین مبارزه مذهب ها مبارزه نیروهایی که قوم و قبیله ها مبارزه ملت ها به هر حال وابسته به عرف و عادت های خودشان به نظر میرسد ولی همیشگی علم جان همیشگی همین بزرگترین دانشمندان ما بزرگترین عالمان ما بزرگترین ادیبان ما همیشگی بران کشیدن که تمدن های دنیا به همدیگر سازش کنند به هم بیایند از جمله فردوسی و مولوی نمونه عالی همین نفرها اندیشی اونها تفکر اونها از مذهب از دین از فرقه از هدفهای سیاسی از همین چیز بالا می ایستاد. والاترین هدف اونها این همین در مقام بلند قرار داشتن انسان بود و فردوسی هم همین خیلی. اکنون امروز ما وقتی که بعضا میبینیم که همین افکار عقیده که یک دین دارد و اون افکار عقیده به خاطر پیشرفت جامعه است باید اون قبول باشد با وجود اون که یک نفر مثلا با اون دین تعلق ندارد. این چیزی مهم است. مثلا محمد غزالی شما میدونید محمد غزالی از بزرگترین دانشمندان اسلام است و حتی میگن که به یک روایت میگن که یک قدم مونده بود که او رو پیامبر گوید. همین خیلی خوب همین خیلی چی است. مثلا محمد غزالی در یک معروضه خودش از منبر میبراید و میگوید که من میگوید برای شما سالهای سال موعظه داشتم موعظه میکردم از منبر برای شما نصیحت میکردم پند میدادم ولی من دیروز میگوید از شاهنامه فردوسی 2 بیت دریافتم
که کلی معاوضه مرا فرا میگرفته است. حاجت به شرح و توضیح من نیست. خوب گفتن اون چیست؟ از شاهنامه میگرد میخواد از داستان سیاووش میگد زیروزی گذر کردن اندیشه کن، پرستیدنی دادگر پیشه کن. زیروزی گذر کردن اندیشه کن، پرستیدنی دادگر اندیشه کن. میگد که تو میگد که از این گذشتی روزگار تو اندیشه کن که تو میگذری، تو اینجا جاودان نیستی. پرستیدنی دادگر اندیشه کن، پرستش کن، اون دادگر اندیشه کن، آفریدگار اعتراف کن. و میگوید بیترس از خدا و میازار کس، رهی رستگاری همین است و بس. میگوید تو از خدا ترس و مردم آزار نده، رهی رستگاری همین است. و اگر تو از خدا ترس و مردم آزار ندی تمام دیگر تو رستگار هستی. بله بهترین کارو میکنه. محمد غزالی میگوید که من تمام عمر برای شما معوضه میخوندم، لیکن یک داستان سیاووش دیدم که ببینید چه خیلی اندیشه بلند در داستان، یعنی در 4 مصرع یک دنیا، در 4 مصرع همین چیز اعتراف شده است. یعنی سخن درباره چی میره؟ سخن درباره اون میرود که در همه داستان‌های فردوسی لبریز از حکمت است. مثلا میگوید که هر آن که رها کرد رسمی پدر، تو بیگانه خانش مخانش پسر. هر آن که رها کرد رسمی پدر، تو بیگانه خانش مخانش پسر. ببینید این چی است؟ این گپ در سری آن میرود که امروز بعضا ما میبینیم که پسرها پدرهایشون اعتراف نمیکنن، هم دینشون اعتراف نمیکنن، هم عقل و فراستشون، هم عنعنه و سنت های عائلویشون صرف نظر میکنن. میبینیم که اونها میبینیم بدبختانه بعضی از جوان ها از به خاطر کدام فکر عقیده هایی که امروز ما اونها فکر عقیده غایه های چی میگوییم اکستریمیستی میگوییم دیگر افراطگرایی میگوییم، اونها از آیین پدرشون روی میگردونن. بله درسته. و انا همین خودی شاهنامه هم سخن درباره وقتی که درباره شاهنامه سخن میرود میگوید که اونچه که اینجا گفتیم هر آن که رها کرد رسمی پدر، تو بیگانه خانش مخانش پسر. ما امروز انمون رسم و آیینی که مثلا در شاهنامه فردوسی اون چیزهای ما تلقین کرده است، ما نباید از اون بیرون شویم. یعنی این چیز هم از یا حتی آسانه که یک بیتی از میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. همین ببینید این پندی است که همین مور میازار. اکنون ببینید که وقتی که فردوسی میگه که تو مور رو میازار، ما آیا حق داریم که انسان آزاردیم، یا پدر آزاردیم، یا استاد آزاردیم، یا مادر آزاردیم، یا همکار آزاردیم، دوست آزاردیم؟ تصور کنید که این چقدر سخنی بزرگ است. و عجیب هم همین است که داستان‌های شاهنامه به زبان‌های گوناگون عالم ترجمه شدن، هم انگلیسی، هم آلمانی، هم روسی، دیگر زبان‌ها، و همچون اثر بیزوال حماسوی این شاهنامه اعتراف شده است. و فکر میکنم که در همین برنامه‌های من بعد اون نفرهایی که عالمان محققانی که من بعد از منبر شما از برنامه شما برآمد میکنن به این مسئله باز اعتبار میدهند، البته حرفی دلشون میگن. تشکر زیاد. خوب، در حقیقت درباره شاهنامه اون سخن‌هایی که گفته ایستادید ارزنده هست و می‌سزد، و در حقیقت که شاهنامه هم نیست، همین گونه اثر هم هست. و عموما به فکر شما آموزشی همین اثر بیزوال ابوالقاسم فردوسی باز چه اهمیت دارد؟ خوب، من میخوام همینجا یک نکته رو مخصوص ذکر کنم که بخشیده به هزاره شاهنامه سالهای 92 از جانب متشبث رادیوی جمهوری تاجیکستان، از جانب استادان سخن با رهبری شاعر خلقی تاجیکستان شادروان لایق شیرالی ثبت پوره شاهنامه انجام شد و خوشبختانه همین چیز ثبت امروز در فوند طلایی رادیوی تاجیکستان است. و انا همون کار در زمان بعد استقلالیت اولین قدم واقعا استواری بود برای ترغیب و آموزش شاهنامه. امروز خوشبختانه از رادیوی فرهنگ و رادیوی تاجیکستان اینا میشنوانند و هم شرح هم توضیح بهترین است. اکنون چون حاضر امکانیت فراهم آمد، من میخوام یک نکته رو بگم که در گذشته
خیلی سخن بارها گفتیم، بازم میگویم که در گذشته نچندان دور و همین نکته در سخنرانی محترم پرزیدنت هم بیان شد که در گذشته ما محفل ها داشتیم، محفل های شاهنامه خوانی، محفل های مولوی خوانی، حافظ خوانی، بیدل خوانی. من بسیار میخواستم که در پرتو همین آزمون فروغ سپیدانایی در مکتب ها، در شعبه های معارف، در دانشگاه ها مخصوص محفل های شاهنامه خوانی روی کار رفت و شاهنامه خوانی از آغاز تا انجام کوشش رود که همین شاهنامه از آغاز تا انجام خوانند. مثلا همین سالهای 85 87 وقتی که ما در کورس اول میخوندیم در دانشگاه، همین استادان سعدالله اسداللهیف، عثمان جان غفاروف، استاد عبدالمنان نصرالدینوف، عبدالرشید جلالوف، همین استادا بودن. در همین وقتی که ما پخته میرفتیم، پخته چینی، شبها نشسته شاهنامه خوانی میکردیم. من همون لحظت و همون لحظه های از خاطرم نمیبرارم. و این روز هم امکان است حتی در عائله، در همین خاندان هم نشسته شاهنامه خوانی کردن ممکن، خواندن ممکن، پرسیدن ممکن. و شاهنامه رو مثلا قصه هاش هم جالب است و انا همین یکی از راه ها در همین محفل ها، یعنی شرح و توضیح مکمل شاهنامه خوانی. مثلا در تاریخ این چیز بود، یکی از فرهنگ هایی که در عصر 12 و 13 انتشار شده است، اسمش فرهنگ فخری قواس میگن، به فخرالدین مبارکشاه قواس غزنوی تعلق دارد. همین نفر در آغاز همون فرهنگ شاهنامه در اونجا کلمه های دشوار فهم یا دشوار فهم، البته اون دشوار فهم با اون معنا به خاطر اون دشوار فهم بودن که برای خوانندگان هندوستان اون انتشار کرده. در همون آغازش می نویسد که در انجمنی نشسته بودم که در اونجا شاهنامه خوانی میکردم و از شاهنامه شرح و توضیح میدادم و هر جا که دشواری میشد، کلمه دشوار میشد، از ما میپرسیدند که همین کلمه چی معنی داره. بعد من به خلاصه آمدم که باید برای همین شاهنامه فرهنگ بنویسم و یک فرهنگ بنویسد با نام فرهنگ قواس که اونجا اساسا همین کلمه های شاهنامه انتشار میده. و در تاریخ ادبیات ما بیشتر از 100 لغتنامه هستند که اونها به همین اونها فرهنگ شاهنامه هستند، یعنی به شاهنامه اینقدر فرهنگ ها نوشته شدن. و امروز هم همین چیز مهم است. شاید که امروز هم یک فرهنگ های مختصری شاهنامه یا حتی شهرنامه ها نوشته شود از جانب دانشمندان. فکر میکنم که این از جانب مقامات و حکومت و دولت باید یک دستگیری یابد که این چی شود. و در تلویزیون هم همین خیلی، چون همین برنامه که امروز شما آغاز کردید فردوسی و شاهنامه او، بگذار یک بخشی اون به واسطه خوانش شاهنامه شود، بگذار اونا خوانن، داستان‌های توضیح دیان، شرح دیان. البته امروز در همون پرتوی دستور پرزیدنت امروز ما امکان داریم که بیشتر شاهنامه خوانی کنیم. تشکر زیاد استاد. در حقیقت شما الکی اینجا چند پیشنهادی خود را ضمن صحبت بیان داشتید و ما نیز در بابتی همین برنامه فردوسی و شاهنامه او چگونه گذرد. البته ما دیگر استادان بزرگ دانشگاه دولتی خوجند را نیز برای اشتراک در برنامه ما دعوت کردگی هستیم، تکلیف کردگی هستیم و ما در خلاصه هم نیز آمدیم که باید که یک موضوع شاهنامه را یا یک داستان شاهنامه را میگیرند، مثلا شرح میدهند و گفتید که بسیار تشبوسی خوب و پیشنهاد خوب که شاهنامه خوانی هم شود که در همین بگذار در داخل برنامه. اما فکر شما اوید به برنامه فردوسی و شاهنامه او چیست و اون چگونه باید باشد؟ باز کدام تکلیف و پیشنهادها دارید شما؟ ما وقتی که شما علم جان با دستوری راهبریتی البته تلویزیونی ولایت سوخت همراه کارگردان برنامه میرزا قاسم زاده چند نفر از محققان امروز را از جمله نورعلی نورزاد و چند نفر ما که همراه بودیم در حضور شما بودیم و اونجا یک صحبت مقدماتی داشتیم، ما واقعا نهایت خرسند شدیم و باور دارم که نیروی ذهنی که در همین دانشگاه دولتی خوجند و دیگر دانشگاه‌های ولایت سوخته است، ادبیات شناسان، زبان شناسان، برای شما بسنده است که این برنامه شما برنامه بهترین باشه. برای چی؟ برای اون که
بسیاری از نفر محققان ما، ادبیاتشناسان ما، زبانشناسان ما در مورد شاهنامه فردوسی تحقیقات خوب دارند. اونها بسیار مسئله های میفهمند، میدانند و اونها میتوانند معرفگری واقعا شاهنامه فردوسی برای تماشابینای شما باشند. از همین خاطر من بسیار میخواستم که چون این چیز من از گویا که از ماه ایون گویا آغاز شده ایستاده است، همین خیلی 6 ماه دیگر، در 6 ماه دیگر اگر این برنامه ها رود بسیار خوب میشد که در این فقط ادبیات شناسان نه، تاریخ شناسان، زبان شناسان، حتی جغرافیدان ها، بسیار نفرها، علم ها دعوت شوند و از هر پهلو به شاهنامه نقطه نظر خودشون رو بیان کنند. یکم. دوم من بسیار میخواستم که وابسته به خود همین برنامه، اگر همین خودی برنامه یکان آزمونی خاصی خودشه برای بینندگان، یکان جالب تر باشد که مثلا شاید که هر دفعه یک سوال میدیم، هم یک نفر مهمان برای خواننده، برای تماشابین 2 یا 3 سوال تا برنامه دیگر اون چی کند، هر کسی که جواب داد یک چی میشود، اینم یک آزمون خودی برنامه میشود، این یک بین مخصوصا جوانان یک چیز میشود، اون جستجو میکنن به این بهانه، کتاب‌های میکوبن، شاید یک اون سوال مثلا فلان چیز در فلان داستان فلان حالت، مثلا فرضاً 7 خونی اسفندیار یا 7 خونی رستم، خونی پنجم اون مثلا مبارزه با کی بود، شاید همین هم ترغیب می شود که جوانان با بیشتر خوابان خوانند همین کتاب. از این برنامه تا این برنامه یک آزمایش شد. خوب برای اونها بهترین هدیه چی از کتاب است، کتاب شاهنامه. حاضر بسیار کتاب ها هستند تا اون کتابی که انتشار می شود ما میتوانیم اون پیشنهاد کنیم. و دوم چیزی که من بسیار میخواستم همین باشد، در همین برنامه یک بخشش بگذار همین شاهنامه خوانی باشد، بگذار همون جوان ها شاهنامه خوانند که همین برنامه یک زمینه شود. البته یک نقطه نظری ما از اینجا باز دیگر استادانی که میبیان البته فکر عقیدهشون رو میگن، لیکن من از نام مخصوصا خودم، از نام ادبیات شناسان، زبان شناسان، از نام محفل گنج سخن برای شما، برای اونهایی که همین غایه همین فکر پیش بردند و امروز ما از منبر تلویزیون ولایت سوق درباره فردوسی، درباره شاهنامه فردوسی صحبت میکنیم، این نهایت خوب است. شما یک خالیگاه پر کرده، یک همین چیز امروز در تلویزیون ولایت واقعا نمیرسید که اینو پر کردید. من برای شما توفیق میخواهم، آرزو میکنم که همین برنامه یک برنامه بهترین، برنامه شهرتیار، برنامه باشد که تماشابینای ذکاوتمند ما هر هفته انتظار شوند و اون تماشا کنند. تشکر زیاد استاد. در همین لحظه ها من نیز برای شما، برای اشتراکتان و عموما به ریاست دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفوروف عرض سپاس خود را بیان میکنم، چون وقتی ما مراجعت کردیم که ما همین برنامه وابسته به کتاب شاهنامه در تلویزیون ولایت آغاز کردنی هستیم، ما را دستگیری کردن و شما استادان دانشگاه را و از جمله شما را توصیه دادن که با همین نفرها شما همکاری کرده میتوانید و برنامه را پیش برده میتوانید. ما عرض سپاس خود را میرسانیم و در همینجا باز به کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوغد به رهبری کمیته اجرایی عرض سپاس خیش را بیان می‌داریم که چون ما وقتی گفتیم که ما برنامه وابسته به کتاب شاهنامه در تلویزیون ولایت آغاز کردنی هستیم، ما را دستگیری کردن و من کوشش میکنم که در همکاری و در یک جایگی ما میتوانیم یک برنامه را در تلویزیون ولایت روی اکران بیاریم که در حقیقت تماشابا باشد و مردم اون را انتظار شوند و آینده یک کمتر باشد هم نفع ما برای ترغیب و تشویق همین کتاب بیزوال ابوالقاسم فردوسی شاهنامه شود و مردم روی بیارند به کتابخوانی، به شاهنامه خوانی و به دیگر کتاب ها و اثرهای بزرگی که گذشتگان ما برای ما میراث گذاشتند. و بینندگان عزیز، در همین جا برنامه نخستین فردوسی و شاهنامه او به انجام میرسد. برنامه های دیگری تلویزیون ولایت سوغد ادامه دارند. پیگیری برنامه های ما باشید تا دیدار آینده.